سلام به شما، وقتتون بخیر. من سوان هستم، ساکن چین. امیدوارم حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید بیماری به اسم کرونا جدید توی چین منتشر شده و متاسفانه اون بیماری به ایران هم رسیده. خیلیاتون بهم پی ام دادید در رابطه با چگونگی پیشگیری از این بیماری براتون بگم و اینکه یک سری شایعات رو هم میخوام اینجا تکذیب کنم و از شایعات شروع میکنم، بعد میریم سر اصل مطلب. شایعه هایی که وجود داره، یکی تیراندازی به مردم چین هستش و بیماران، که همچین چیزی اصلا وجود نداره. اون ویدیویی که منتشر شده اتصال دو ویدیو با صداگذاری هستش. شایعه‌ای در رابطه با خوردن غذاهای گرم و نخوردن غذاهای سرد. ما داریم در رابطه با یک ویروس صحبت میکنیم و شما هر چقدر هم غذای گرم مصرف کنید نمیتونید پیشگیری کنید از ابتلا به یک بیماری ویروسی. و اینکه شایعه بعدی این که بچه‌ها مبتلا نخواهند شد، حالا به هر دلیلی که یک سری از افراد عالم متاسفانه یک سری ویدیو ساختن. اینطور نیست. متاسفانه بچه‌های خیلی خیلی کوچیک، حتی نوزادایی که چند روزه به دنیا اومدن هم توی چین سابقه داشته که مبتلا شدن. حالا من برم سر اصل مطلب. شما توی ایران میتونید چیکار کنید که به این بیماری مبتلا نشید؟ اینم اضافه کنم که ابتلا به این بیماری مساوی با مرگ نیست. انقدر نترسید و انقدر به همدیگه برای همدیگه شایعه نفرستید. الان من دارم میبینم توی شبکه‌های اجتماعی که چه شایعاتی به وجود اومده. اول از همه باید از ماسک، این رو که میدونید، اما از چه ماسکی و چجوری باید استفاده کرد؟ این ماسک هایی که سفید رنگن دوبرشون و خیلی نازکن و خیلی هم ارزونن و توی بسته های چند صد تایی حتی عرضه میشن، اینا بیفایده است و اصلا نمیتونید از این ماسک ها برای جلوگیری از بیماری کرونا استفاده کنید. ماسک باید از تکنولوژی N95 بهره برده باشه، یعنی باید یک ورش آبی باشه، یک ورش سفید و اون ور سفید رو باید شما رو به دهنتون بذارید و ماسک رو ببندید. اما متاسفانه این ماسک یک مشکلی که داره اینه که باید با یک سری تجهیزات اضافه‌ای استفاده بشه تا جلوگیری کنه از همچین بیماری مثل کرونا، مثل عینک‌های مخصوص و حالا کلاه‌های مخصوص. چرا؟ چون از بغلاش، از این زاویه و از بالا که روی بینیتون هست هوا میکشه. پس به تنهایی این ماسک فایده نداره. بهترین ماسکی که به تنهایی میشه استفاده کرد ماسک 3M N95 هستش. یعنی این ماسک جوری طراحی شده که همون تکنولوژی N95 رو داره ولی کاملا روی صورت، یعنی روی بینی و دهان شما رو میگیره. حالا من این ماسک رو میزنم براتون توضیح میدم. ببینید این ماسک اینجاها که روی لپ من هست کاملا بسته است، زیر چونم کاملا بسته است، روی بینی هم کاملا بسته است. یعنی من موقع دم و بازدم نفس خودم رو با چشمام احساس نمی کنم. اما با اون ماسکا شما اگر استفاده کنید میبینید که موقعی که بازدم دارید حرارت رو توی چشمتون احساس میکنید، یعنی نفس شما از اینجا رد میشه. پس مسلما ممکنه که هوا هم از همونجا وارد بشه. این از ماسک. و چیز مهمتر این که یک اسپری حاوی الکل میتونید همیشه همراه خودتون داشته باشید. اما این اسپری کاملا ویروس رو از بین نخواهد برد. هیچ چیزی مثل شستن دست با صابون نیست. اما از این اسپری چجوری میشه استفاده کرد؟ شما میتونید بیرون از خونه هر شیئی رو میخواین لمس کنید، از این اسپری بهش بپاشید و بعد اون شی رو لمس کنید. یا اینکه میتونید بعداً به دستاتون این اسپری رو بزنید و با چند مالش کوچیک میتونید این ویروس رو تا حدودی از بین ببرید، اما نه کامل. به خونه که برمیگردید دستا رو باید بشورید. اینو همه دیگه میدونن، اما چجوری باید دست رو بشورید؟ ما ایرانی‌ها متاسفانه خیلی همیشه زود میخوایم کارمون رو انجام بدیم و عجله داریم. سریع دست رو به صابون آغشته میکنیم و دوتا اینجوری میکنیم و سریع زیر آب و تموم شد رفت. اینجوری فایده نداره. شما حداقل باید 20 ثانیه دستتون به صابون آغشته باشه و باید انگشتا رو یکی یکی کاملا بشورید. باید ناخونها رو این شکلی، مثل من که گیتار میزنم، من ناخونام این شکلیه، باید حتما زیر ناخونم رو سعی کنم که با صابون این شکلی بشورم. یا از مسواکای کوچیک یا مسواکای قدیمی خودتون میتونید استفاده کنید، زیر ناخونا رو بزنید و کامل دستا 20 ثانیه حداقل به صابون آغشته باشه. دست و روبوسی لطفاً نکنید. این عادات نمیدونم صمیمی ایرانی رو لطفاً کنار بذارید و از دست ندادن هم خجالت نکشید. اصلا چیز خاصی نیست. میتونید مثلا به عنوان بهانه
بگید که من دستام کثیفه یا دستام تمیز نیست کامل. حالا یه جوری میشه که به قول معروف هم از خجالت اون شخص در میاد، همین که این کار رو انجام نمیدید. این کار خیلی خطرناکه، چون که اینو میدونید که بیماری کرونا یک حالتیه که بین 3 تا 14 روز ممکنه که یک شخص بدون علائم باشه و مبتلا به اون بیماری باشه اما هیچ گونه علائمی نداشته باشه. علائم بیماری هم اولینش تب هستش، تب و بعد سرفه های خشک و بیدلیل، عطسه و علائم ساده‌ای مثل سرماخوردگی. اما هر سرماخوردگی هم کرونا نیست، اینم میگم نترسید. و هر کسی هم که خدای نکرده کرونا گرفت مساوی با مرگ نیست. یک صدایی از یک پزشکی من تو ایران شنیدم، منتشر شده توی واتساپ، که یک پزشکی داره به یکی میگه بیماری رو بگیری تمومه، یعنی گرفتن بیماری مساوی با مرگ. نه، کی گفته؟ همچین چیزی اصلا وجود نداره. توی چین الان خیلیا درمان شدن اما واکسنی برای این بیماری بازم وجود نداره. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. این ویدیو رو اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون ارسال کنید، چون من خودم چند ماه توی چین دارم زندگی میکنم با این بیماری در واقع و خدا رو شکر با این پیشگیری ها مبتلا هنوز نشدم. امیدوارم که شما هم هرگز مبتلا نشید.